سفیر تاجیکستان در روسیه امامالدین ستاروف با مقصد نظارت و پیگیری قضیه هویدا طلازاده روز 1 اکتبر با پدر او عبدالسلام سیدوف و ادوکت نفتعین شوکت عمروف صحبت کرد. در این باره خدمات مطبوعاتی سفارت تاجیکستان در روسیه اطلاع می‌دهد. در اطلاعیه تاکید شده است که شوکت عمروف با توسعه سفارت حقوق و منفعت‌های جانبی جبردیده را حمایت می‌کند. او یکی از ادوکات‌های پرتجربه است که مدت 5 سال آخر در روسیه فعالیت می‌کند. بنابر ادامه طبابت اجباری ایبدار شونده الکساندر سیامین، دادگاه ولایت مسکو بررسی پرونده جنایتی را بار دیگر موقوف گذاشته است. ضمن ملاقات امامالدین ستاروف سفیر تاجیکستان تاکید داشت که کوشش به خرج می‌دهد تا قاتل هویدا جزای خود را بگیرد. ما با ادامه تفتیشات واقع‌بینانه و بی‌غرضانه پرونده جنایتی مذکور و به جزاگیری شخص که چنین کردار دهشتناک را نسبت به شهروند نابالغ کشورمان هویدا طلازاده صادر کرد باوری داریم. عبدالسلام سیدوف پدر هویدا در صحبت با ازیا پلوس گفته که با سفیر مراتبه 4 واخورده است. به گفته عبدالسلام کمک‌های زیاد از جانب سفیر و کارمندان سفارت به عائله‌اش رسانیده شده است. در واخوری همچنین گفته‌اند که برای آوردن همسرش به مرافعه سعودی نوبتی سفارت مساعدت می‌کند. این در حالی است که دگیر خسوف وکیل دفاع عبدالسلام سیدوف با اتهام دخالت به عدالت سعودی در بازداشتگاه شهر مسکو قرار دارد. اینجا باید به یک نکته اشاره کرد. اگر سفارت تاجیکستان مثل همین روز این قضیه را از اول پیگیری میکرد و از اول برای پشتیبانی شهروندش سر بالا میکرد، شاید کار تا این حد نمی انجامید. در صحبت گذشتهش بر رادیوی پیام عبدالسلام سیدوف گفته بود که او را در مرافعه های سعودی فشار می آورند و مزاحش می کنند. حتی کار تا به جای رسیده بود که به پدر بودن عبدالسلام به دخترش هویدا شبهه کرده بودند. اگر سفارت از اول دست به کار می شد، چه کسی به خود حق می داد شهروند تاجیکستان را تا این حد پست زند؟ بنابر درخواست ما از سفارت تاجیکستان این است که در محافظت از حقوق مهاجران تاجیک در روسیه دست به کار شوند. امروزها مهاجر تاجیک از جبر و ظلم در مهاجرت چنان به داد آمده است که حتی نمی‌داند به کی مراجعت کند. در صحبت آنلاینی رهبر پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری که عصر دیروز صورت گرفت، یک عده مهاجران خواهش کردند که با یگان راهی که هست از حقوق آنها محافظت کند. سوال داده است که شما کی در روسیه دیاسپورا میکشید جناب کبیری تا که ما را کمک کنید؟ ما مهاجرین تاجیکستان احتیاج به کمک های شما داریم. متاسفانه از حکومت تاجیکستان هیچ امید و کمکی نیست. دوستی عزیزم، پیمان ملی تاجیکستان و دیگر حزب و حرکت‌ها حق قانونی باز کردن دیاسپورا در روسیه را ندارند، اما این معنا را ندارد که ما کمک نخواهیم کرد، بلکه ما راه‌ها و وسیله‌های دیگری همکاری را حتما با مهاجرین پیدا خواهیم کرد. یکی از راه‌هاش این است که پیمان ملی تاجیکستان و انیق‌ترش بعضی از نفرانی که عضو پیمان هستند بعضی سایت‌های حقوقی را راه اندازی کردند. برای مثال جمشید یاروف حقوقشناس و ادوکات یک سایت مشورتی و حقوقی را راه اندازی کرده است که حالا با نام حقوق ما، در آن شما میتوانید سوالهای خود را مطرح کنید و او همچون حقوقشناس، نه تنها او بلکه دیگر حقوقشناسان به سوالهای شما جواب خواهند گفت، با شما مشورت‌های حقوقی خواهند داد و اینچنین از امکانات دیگر متخصصین در که روسیه هستند شما میتونید استفاده کنید. شاید بهتر اون است که ما با بعضی از سازمان‌ها و شخصیت‌ها دیاسپورایی که در روسیه هستند و رسما فعالیت میکنند با آنها همکاری را آغاز کنیم تا اینکه بتوانیم یک کمی هم باشد از مشکلات شما سبک کرده باشد. یادآور میشویم که هویدا طلازاده روز 22 ایول سال 2018 در نزد خانه‌شان از میدانچه بازی در شهر سرپخوو ناپدید شد و روز دیگر جسد او را در بارخلطه ورزشی پیدا کردند. در این حادثه الکساندر سیامین متهم شد که در همسایگی آنها میزیست. کشتن هویدا از پرسر و صداترین قضیه ها در سال گذشته بود. این فاجعه مهاجران تاجیک و جامعه روسیه را تکان داد.
جانب تاجیکستان با ارسال نوت از مقامات روسیه تحقیق منصفانه این قضیه را درخواست کرد. شورای حقوق انسان در نزد پرزیدنت روسیه اظهار داشت که در جزا گرفتن قاتل این کودک 5 ساله تاجیک شبهه‌ای نیست.